بریم که با هم دیگه یه نون خیلی خوشمزه درست کنیم. نون زنجبیلی. عاشقش میشید. برای درست کردنش 0.5 کیلو آرد احتیاج داریم. حتما از آرد 3-0 یا همون آرد کیک و شیرینی استفاده کنید. از آرد سبوسدار یا آرد نونوایی اصلا استفاده نکنید برای این نون. 0.5 کیلو معادل 4 لیوان دسته‌دار فرانسوی میشه. 1 قاشق غذاخوری پودر زنجبیل، نصف قاشق نمک، 1 قاشق غذاخوری شکر، 1 بسته پودر خمیرمایی فوری معادل 1 قاشق غذاخوری سرصاف. مواد خشکم رو خوب با هم دیگه مخلوط میکنم. بعد ماست رو اضافه میکنم. مهم نیست ماستتون کم چرب، پرچرب، آبکی، سفت، اصلا مهم نیست. تخم مرغ 1 کامل، یه دونش رو فقط سفیده رو استفاده میکنیم. زرد رو میذاریم کنار برای رومال نونمون. حالا خوب هم میزنیم و موقع اضافه کردن آبشه. بچه آب دستور اندازه دقیقی نداره. توی روند کار بهتون میگم که چجوری آب خمیر رو اندازه کنید. تنها نکته‌ای که مهمه آبتون باید ولرم باشه، نه سرد باشه نه گرم. آب رو کوچولو کوچولو اضافه میکنم و خمیر رو ورزش میدم. بهتره لیسک رو بذارین کنار و با دستتون ورز بدین. اگر که دستگاه خمیرگیر دارین از همون ابتدا میتونید از دستگاه خمیرگیر استفاده کنید. من حالا برای دوستایی که دستگاه خمیرگیر ندارم با دستم ورز میدم که بتونن خوب متوجه بشن. آب رو کوچولو کوچولو اضافه میکنم، ورز میدم تا آبی که اضافه کردم به خورد خمیر بره. بعد دیدم که دیگه آرد موند، خشک موند، دوباره آب اضافه میکنم و آب رو حتما به اون قسمت آردی که خشک کنار مونده به اون قسمت اضافه کنید که اینطوری بتونید راحت‌تر اندازه گیری بکنید و راحت‌تر ورز بدید. ورز میدم، آبی که اضافه کردم کامل جذب خمیرم میشه. دوباره اگه احتیاج داشت آب اضافه میکنم کوچولو کوچولو. فکر میکنم که دیگه کافیه. وقتی که کاملا آردتون به حالت خمیری در اومد و دیگه آرد خشکی توی ظرف نبود، مقدار آبش کافیه. دیگه نیاز نیست آب اضافه کنید. ببینید به این شکل خمیر شل و آبکی نیست هستن. فقط آرد خشکی هم دیگه توی ظرف هم نیست و کاملا یک جا جمع شده. حالا موقع اضافه کردن روغن مایه و کره رو حتما 1 ساعت قبل‌تر از توی یخچال در بیارید، بذارید توی دمای محیط تا کاملا نرم بشه. خیلی مهمه. از این به بعدش من با دستگاه ورز میدم. هیچ تفاوتی نمیکنه اگه با دستتون هم ورز بدید. فقط یه نکته‌ای که هست، ابتدای ورز دادن ممکنه که خمیرتون شل و آبکی باشه. توی این مرحله اصلا بهش آرد اضافه نکنید. به مرور که ورز میدید خمیر خودش رو جمع میکنه و یه خمیر خیلی لطیفی میشه. اونقدر ورز میدیم خمیرمون رو تا کاملا خمیرمون یک دست بشه و سطحش کاملا صاف بشه. اینو حالا توی روند کار بهتون توی ویدیو هم نشون میدم و کاملا خودتون متوجه میشید. حدود 8 الی 10 دقیقه خمیر رو ورز میدیم. اولش خمیرمون کاملا ممکنه که شل بشه. بعد که به مرور ورز میدیم خمیر یک جا جمع میشه و یه خمیر خیلی لطیفی میشه و به مرور سطح خمیرمون کاملا صاف میشه. اینو حین ورز دادن کاملا متوجه میشید. بعد از حدود 8 دقیقه ببینید سطح خمیر داره یواش یواش صافتر میشه، بدون پرز میشه کاملا. اینو توی ویدیو هم میتونید که ببینید. وقتی به این حالت رسید تموم. حالا خمیر رو انتقال میدم به سطح کارم و با دستم خمیر رو اینجا هم 1-2 دقیقه ورز میدم. یه 10-20 بار برمیدارم، محکم میکوبم روی سطح کار و تا میکنم روش. از جهت مخالف دوباره برمیدارم، تا میکنم روش، دوباره میکوبم تا میکنم روش. از جهت مخالف وقتی میخواین بردارین از جهت مخالف بردارید. محکم بکوبید زمین تا کنید روش. این حرکت رو 10-12 باری انجام بدید تا سطح خمیرتون کاملا صاف بشه که بتونید یه چونه درست کنید به این شکل. ببینید سطحش کاملا صاف شد. حالا موقع استراحت کردنش میذارم داخل ظرف. روش حتما یه نایلون یا سیلیکون بکشید که با هوا در تماس نباشه و حدود 40 دقیقه الی 1 ساعت بسته به دمای محیطتون. هر چقدر گرمتر باشه خمیرتون زودتر عمل میاد. اجازه میدیم تا حجم خمیرمون 2 برابر بشه. بعد از حدود 40 دقیقه
خمیر من آماده است. حجمش 2 برابر شده. بدون اینکه خیلی پف خمیر رو بگیرم به آرامی انتقالش میدم روی سطح کارم. اگر که ترازو ندارید بهترین راه تقسیم کردن خمیرتون به اندازه‌های مساوی اینه که خیلی به آرومی خمیر رو به شکل دایره در بیارید، یه چونه خیلی بزرگ در واقع. و با کاردک به 8 قسمت مساوی تقسیم کنید. اول نصف می‌کنیم، بعد هر کدوم از تیکه‌ها رو دوباره به 2 قسمت مساوی و دوباره تیکه‌های کوچولو رو به 2 قسمت مساوی دیگه. این راحت‌ترین راه تقسیم چونه‌ها به اندازه‌های مساوی. اگه هم ترازو داشتید که میتونید با ترازو وزن کنید. حدود 100 گرم 90 الی 100 گرم کافیه برای این نون. من حالا یه کوچولوتر در میدارم که 9 تا بتونم اندازه رو بکنم. ولی اندازه هام تقریبا به اون روشی که یاد دادم 1 دست در میاد. حتما در واقع روی چونه هاتون رو حتما پارچه بکشید. خب حالا چونه درست میکنیم. تیکه هایی که جدا کردیم رو چونه درست میکنم. یه دونه رو من به آرومی میخوام درست کنم که کاملا متوجه بشید که چه شکلی راحت ترین راه درست کردن چونه چه شکلیه. یادتون باشه حتما روی خمیر رو پارچه بکشید. ببینید خمیر رو برمیدارم، میکوبم زمین تا میکنم روش. از یه ذره این ورسر دوباره برمیدارم، میکوبم زمین تا میکنم روش. دوباره یک کوچولو این ورتر میکوبم تا میکنم روش تا در واقع اون قسمتی از خمیر که با سطح کار در تماسه صاف بشه. حالا این قسمت پایینی خمیر رو با انگشتام میچسبونم به هم و توی دستم به حالت گرد در میارم. ببینید حالت دستم میزنم کف دستم، با این یکی دستم به این شکل یه حالت گرد میدم به خمیر. به همین آسونی چونه درست میشه. روی چونه هاتون رو حتما با یه دستمال بکشید که سطح چونه ها اصلا نباید خشک بشه. یه 10 دقیقه بهشون استراحت میدم. بعد از 10 دقیقه چونه ها رو میچینم داخل سینی فر. با فاصله حتما بچینید. 10 دقیقه استراحت کافی بود که اون مرحله بعد درست کردن چونه ها. برای هر سینی 5 دیگه ماکسیمومشه. بیشتر از این جا نمیشه. 2 تا سینی میشه. حالا روشون دستمال میکشم و استراحت میدم. حدود 15 دقیقه کافیه. بعد از 15 دقیقه در واقع با دستام خمیر رو اینطوری بازش میکنم با کف دستم. اگه دوست داشتید میتونید که بذارین روی سطح کار با وردنه یک کوچولو خمیر رو به حالت گرد در بیاد، ولی همینطور کف دستتون هم کفاف این کار رو میده. فقط نکته که باید دقت کنید اینه که صاف باشه سطح خمیرتون، یه جاش ضخیم یه جاش نازک نباشه. پهنش میکنم به حالت گرد. به اون گرد بودنش هم دقت کنید. بعد از اینکه کاملا باز کردید دستمال میکشید و حدود نیم ساعت حداقل نیم ساعت بهش استراحت میدید و توی این فاصله هم حتما فر رو روشن کنید با دمای 180 درجه سانتیگراد. اجازه بدید که فرتون گرم شه. حالا من از این ماسوره استفاده میکنم برای شکل دادن. از هر وسیله گرد تیز دیگه‌ای که داشتید میتونید استفاده کنید. در بطری یا هر چیز دیگه‌ای. و یه کوچولو آرد احتیاج دارم. خب بعد از نیم ساعت ببینید بچه‌ها خمیرام کاملا پف کردن. زرده تخم مرغم رو خوب هم میزنم تا از لختگی در بیاد. با چنگال حتما هم بزنید. حالا ماسوره رو آردمالی میکنم. این کار به خاطر اینه که ماسوره به خمیر نچسبه و راحت بتونم شکل بدم. فرو میکنم، سریع درش میارم با سرعت. و یه حرکت دیگه‌ای که اینجا دقت میکنید انجام میدم اینه که وقتی با ماسوره به خمیر شکل میدم یه ذره خمیر رو میکشم به سمت بیرون. توی این ویدیو نگاه کنید. یه ذره هولش میدم خمیر رو به سمت بیرون. هر جا که دیدید ماسوره به خمیر چسبید آردمالیش کنید. و حتما وقتی شکل میدید نیم سانت از کنار لبه خمیر فاصله داشته باشه حتما. حالا رومال میزنم. برای رومالم یه نکته ریز کوچولو داره که وقتی میخواین رومال بزنید ببینید توی این یکی نون بهتون نشون میدم. اول یه 3 تا نقطه رو این شکلی 1 2 3 متفاوت بزنید. بعد همون 3 تا نقطه رو پخشش کنید. اینطوری یه زرده تخم مرغ برای همه نوناتون کافیه. اگه بخواین یه باره مثلا برس رو زرده بزنید و شروع کنید به رومال زدن یه دونه زرده کافی نیست. اگه دوست داشتید کنجد بپاشید، فرمون هم که
روشن شده نیم ساعت قبلتر، حسابی داغ شده، میره داخل فر با دمای 180 درجه سانتیگراد طبقه وسط فر به مدت حدود 20 تا 25 دقیقه. اگر بالا و پایین فرتون همزمان روشن نمیشه، پایین فر رو روشن کنید، یه 5 دقیقه آخر بالای فر رو روشن کنید. بعد از حدود 25 دقیقه ببین چه نونی شد. بی‌نظیر طعمش. عالی. عاشقش میشید. درست کنید، نوش جان کنید. اگر که ویدیو رو دوست داشتید نظرتون رو حتما برای من بنویسید. خیلی مراقب خودتون باشید.